خیلی‌ها دنبال این هستن که با تقویت عضلات سرینی باسن خوش فرمی بسازن، اما نتیجه نمیگیرن چون این اشتباه ها رو تکرار میکنن. سلام دوستان عزیز، به آکادمی ورزش اوستا خوش اومدین. بنده کرار خواجه نعمت هستم، دکترای بیومکانیک ورزشی و متخصص حرکات اصلاحی. در این کانال تمام سعی و تلاشم این هست که شما رو یک گام به سلامتی نزدیکتر کنم. ویدیوی امروز مخصوص دوستانی هست که دنبال خوش فرم شدن باسن خودشون هستن و ما قصد داریم 3 تا از بهترین حرکات برای این منظور رو معرفی کنیم. ضمن اینکه نکات اصولی و صحیح تمرینی رو خدمت شما معرفی میکنیم که حتما انجام دادنش باعث بالا رفتن کیفیت تمرینی شما میشه. ویدیوی امروز میتونه بهترین راهنمای شما برای ساختن عضلات سرینی و اصطلاحاً باسن خوش فرمی باشه. حتما این ویدیو رو نگاه کنین. ترتیب انجام تمرینات مهمه، بنابراین دقت داشته باشین که تمرینات رو به ترتیبی که در ویدیو معرفی میشه انجام بدین و در انتهای ویدیو ست‌ها و تکرارهای مورد نظر رو خدمت شما معرفی کردم. تا انتهای ویدیو با من همراه شو و برنامه کامل رو در انتهای ویدیو ببین. تمرین اول تمرین بسیار معروف هیپ تراسته. چند تا نکته خیلی مهم داره که میخوام به شما آموزش بدم. اول اینکه شما برای هیپ تراست بایستی سر و سینه خودتون رو روی نیمکت خیلی سفت بذارین که مطمئن باشین این نیمکت در طول حرکتی نمیکنه و سر جای خودش ثابته. دست‌ها رو روی سینه قرار میدین، پاها روی زمین. اگر من پاها رو جلوتر قرار بدم و بخوام هیپ تراست رو انجام بدم به این شکل که اول باسن رو ببرم پایین، بریم پایین، بعد بیام بالا، فشار بیشتری میفته رو عضلات همسترینگ ما که زیاد هدف ما نیست. ما میخوایم عضلات سرینی و باسن درگیر بشن. بنابراین پا رو بایستی بیام عمود بر زمین قرار بدم. یعنی زمانی که ساق پای شما کاملا عمود بر زمین قرار بگیره، فاصله مناسبی گرفتین از نیمکت برای انجام حرکت. تو این وضعیت اگر من هیپ تراستمو کامل به سمت پایین، علی آقا به سمت پایین و به سمت بالا بیارم، سعی کنین که انقباض بندازین روی عضلات سرینی و از عضلات سرینی برای بالا اومدن استفاده کنین. مورد بعدی که باید بهش توجه بشه، من زمانی که میام بالا فقط کافیه بدن من موازی با زمین قرار بگیره و مجدد حرکت رو تکرار کنم. اگر بخوام خیلی زیاد بالا بیام و اینجا یه قوس بندازم، این قوس باعث درگیر شدن ستون مهره‌های من میشه که اصلا هدف من نیست. بنابراین من هیپ تراست رو از پایین تا جایی میارم بالا که بدن همراستای زمین بشه. نکته سوم این که اگر من پای خودم رو خیلی عقب‌تر بذارم و بخوام هیپ تراست رو انجام بدم، باز فشار از روی عضلات سرینی برداشته میشه و بیشتر میاد رو عضلات پای شما که اصلا هدف ما نیست. بنابراین دقت داشته باشین پا بیاد جلوتر، عمود بر زمین ساق شما قرار گرفته باشه، حرکت رو انجام میدم. اگر خواستین حرکت رو سخت‌تر کنین میتونین از یک وزنه استفاده کنین. یه وزنه مثل دمبل یا هالتر رو دقیقاً میذارین روی لگن و هیپ تراست رو با مقاومتی که وجود داره انجامش میدین. اگر شما در منزل دمبل یا وزنه‌ای در اختیار ندارین، میتونین بدون دمبل فقط یه پا رو صاف کنین. هیپ تراست رو با یک پا انجام بدین. این فشار مضاعفی میاره روی عضلات سرینی سمت راست شما. حالا وقتی پای چپ رو میذارم، پای راست رو صاف میکنم، عضلات سمت چپ شما بیشتر درگیر میشه. زمانی که خیلی حرکت برای شما آسون شد و خواستین باز پیشرفته ترش کنین، حرکت هیپ تراست تک پا رو، یه پا رو صاف کنین، با وزنه‌ای که میتونین و قابل تحمل هست برای شما انجام بدین. تمرین دوم حرکت اسکات بلغاریه یا همون اسکات تک پا با استپه. روی یه استپ یا یه نیمکت میشینم. فاصله استانداردی که میخوام از این نیمکت داشته باشم به این صورت هست که یک پا رو کاملا صاف میکنین. پاشنه پا هر جا قرار گرفت میشه محل تماس پای شما با زمین. از این فاصله پای عقب رو میذارم روی ارتفاع باکس یا یه جسمی که قابلیت این نداشته باشه حرکت کنه، ثابت باشه که شما مطمئن باشین تعادلتون برقرار میشه.
من فقط کافیه اسکات بشینم پاشم، اما چند تا نکته داره. اگر شما اسکات بلغاری رو به صورت صاف بیاین پایین بالا، فشاری که بیشتر متحمل میشه قسمت چهارسر شما خواهد بود. یعنی این بیشتر میاد درگیر میکنه عضلات چهارسر ران شما رو. برای درگیر کردن عضلات سرینی یا همون باسن بهترین راه حل اینه که یک مقدار به سمت جلو خم میشم، موقعی هم که میشینم به سمت عقب متمایل میشم و بلند میشم. اینجا دیگه فشار بیشتری ما متحمل میکنیم روی عضلات سرینی و عضلات باسن ما که درگیری خوبی ایجاد میکنه. یه نکته دیگه هم که میخوام خدمت شما بگم، زمانی که شما پایین میاین، پایین برو علی جان، پای شما تقریبا عمود بر زمینه و بلند میشین با حفظ تعادل. اگر تعادل براتون سخته میتونین کنار یک دیوار این حرکت رو انجام بدین طوری که تعادلتون برقرار بشه، ولی طبیعتاً بعد از تکرارهای زیاد این وضعیت مناسب انجام اسکات بلغاری رو پیدا خواهید کرد. تمرین سومی که بایستی انجام بدین تمرین اسکاته. دلیل این که اسکات رو در آخر برنامه گذاشتم و تمرین سوم قرار دادم اینه که ما در حرکت اول و دوم، مخصوصا اولی، عضلات سرینی رو به خوبی خسته کردیم و در حرکت اسکات که آخری باشه، عضله سرینی برای درگیری زیاد نیاز به استفاده های وزنهای سنگین نیست. بنابراین اسکات رو با وزنهای کمتر برای تحریک عضله سرینی میتونم انجام بدم. چند تا نکته داره که خدمت شما خواهم گفت. با استفاده از یک هالتر میتونین هالتر رو بزنین کاملا بالای کتفها، پشت کتفاتون یه مقدار بالا. اسکاتی که میخوام انجام بدم، اول اینکه یک مقداری پاها باید از هم فاصله داشته باشه. یعنی من میخوام اسکات بشینم، یه مقدار پاها رو از هم باز میگیرم، به هم چفت نمیکنم، یه مقدار باز میگیرم، یک کوچولو هم پنجه به سمت بیرون هست. اگر در هنگام اسکات از مینی لوپ استفاده کنین و مینی لوپ رو بالای زانوها ببندین، درگیری عضله سرینی شما در حرکت بیشتر خواهد بود. نکته‌ای که وجود داره، زمانی که میخوام اسکات بشینم کافیه یک مقداری هم به سمت جلو خم بشم. اسکات عادی اینه که باید سر سینم کاملا صاف باشه، ولی برای تحریک عضلات سرینی من نیاز دارم که یک مقداری سر سینه به سمت جلو باشه، به سمت جلو خم بشم. این نکته اول. نکته دوم این که وقتی اسکات میشینین عمیق بشینین، کامل اسکاتو بشینین و بلند شین. این انتهای حرکته که عضلات سرینی به خوبی کشیده میشن و در حرکت تحریک میشن. از روبرو هم بخوام حرکت اسکاتو نشون بدم، به این صورت خواهد بود که هالتر بالای شانه ها، اسکاتو عمیق، کمی به سمت جلو خم شدم و به سمت بالا میام. فقط دقت داشته باشین که در طول حرکت نیازی به قوز کردن ستون و مهرهای خودتون نیست و حتما راستای ستون و مهرهاتون رو صاف نگه دارین. همونطور که خدمت شما عرض کردم، انجام این تمرینات نیاز به نظم داره که حتما باید نظم و ترتیب 3 تا تمرینی که خدمت شما معرفی کردم رو در تمرین خودتون رعایت کنید. برای تمرین اول میتونین 3 ست 15 تا 20 تکراری رو در نظر بگیرین. برای تمرین دوم که اسکات بلغاری بود رو میتونین 2 ست 8 تا 12 تکرار در نظر بگیرین و تمرین سوم که اسکات بود میتونین 4 ست 10 تکراری رو انجام بدین. باز بسته به توانایی خودتون میتونین تکرارها رو یه مقدار بیشتر و یا اینکه وزنهای انتخابی خودتون رو سنگین تر کنین. دوستان عزیزم، یک بار دیگه از همراهی شما عزیزان تشکر میکنم. امیدوارم که مطالب این کانال برای شما مفید بوده باشه. اگر فکر میکنین این آموزش ها میتونه به دیگران هم کمک کنه، برای دوستان خودتون هم ارسال کنین، ما رو حمایت کنین، کامنت بنویسین و حتما دکمه زنگوله رو روشن کنین تا از انتشار ویدیوهای بعدی مطلع بشید.